آقا قهوه چند تومنه؟ 40 تومن. با شکر چقدر میشه؟ رایگان شکر. شکر رایگانه؟ خود 2 کیلو شکر بده. ها؟ 2 کیلو شکر. امیر چرا فقط با افغانی‌ها دعوا می‌کنی؟ چون لازم نیست دیگه بدم. آی ران در خدمتت. پس بقیه‌اش بقیه‌اش خودت. آقا این مشکل پولیه. پولی خدا شده من 1000 تومانی میدم، پول ندارم. سلام. سپرایز تقدیم با عشق. داداش بله. چرا اینجا خوابیدی؟ فقیرم، جا خواب ندارم. ای داد بیداد. پاشا بیا بریم تو کوچه خودمون بخواب. امیر پارسال با چه ارزی از کشور خارج شدی؟ با عرض پوزش. امیر گرز چه گذاشتی اینجا؟ دست نزن. بری چه؟ پول محافظ یخچال نداشتم، گرزی گذاشتم پشتش. جان کجایی؟ بیا خونه، بچه‌مون نفت خورده. چه؟ نفت خورده؟ بگو بشاشه تو چراغ نفتیه تا میام. امیر قرض من نمیخوای پس بدی؟ ندارم جان تو. نداری؟ بعد آیفون خریدی؟ بابا این طرح اصلی خونیست. از پیج تکنوستار خریدم 9 تومن. بابا قرض من 50,000. حالا بعدم اینو جدی میگم، هنوزم میتونیم خوب زندگی بکنیم و به موفقیت هم برسیم. حتی با دلار 90 و سکه 80 تومانی. اگه میخوای بدانی چه جوری، کلمه شیشه رو برام بفرست. سیگاریا میشه به من بگید چرا سیگار میکشید؟ کونمان میخوره. از اونی که دستاتو فشار میداد میگفت هیچ کی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه چه خبر؟ هنوز داره فشار میده یا فشارش افتاد؟ بمد جدا نشدنیه. رادیو بی تو زنده ای سیر جهنمه.